یه سال متفاوت یه آدم متفاوت میخواد. برای اینکه بتونی یه سال متفاوتی رو رقم بزنی فقط یه راه داره، اینه که ذهنیت تو عوض کنی. مهم نیست تا الان چیکار کردی، مهم اینه که بتونی ذهنیت تو عوض کنی. چرا حضرت یوسف زندان رو به گلستان تبدیل کرد؟ چون ذهنیتش متفاوت بود. موقع کوچ از این دنیا وقتی که داور سوت پایان رو میزنه از من و تو نمیپرسن مدرکت چی بود، چقدر ثروت جمع کردی، پدر و مادرت کی بودن. فقط یه سوال از من و تو میپرسن، اونم اینه که با تمام آنچه که برات فرستادیم تو از خودت چی ساختی؟ تو دل اون رنج، تو دل اون سختی چیکار کردی؟ از خودت یه آدم خوشحال ساختی یا یه آدم پر از غم، پر از استرس و مضطربی شدی؟ این سوال اصلیه که از ما میپرسن. براش چه جوابی داری؟